توی توابعی که گفتیم که توابع تابع کانت به من این امکان رو میده که بتونم شمارش خونه های عددی داشته باشم. حالا فرض بگیریم که من یه سری خونه هایی دارم از یک خروجی یه سری اطلاعات گرفتم. حالا این روش هم بهتون یاد میدم، این روش اینجوری هم به یادتون میدم که خب یه سری خروجی از اینجا گرفت، از یک نرم افزار، از یک دستگاه، از هر چیزی یه سری خروجی گرفتم و الان میخوام ببینم خونه های حاوی عدد من چند تاست، چند تا خروجی عددی به من داده. میگم مساوی کاونت از اینجا تا اینجا، میگه تعدادش 13 تاست. خب از این تعداد چند تا خونه، حالا تو این فضای چند تا خونه خالی به من داده، خونه های خالی چند تاست. میگم مساویه برای شمارش خانه های خالی. ببینید این خونه خالیه ولی این خونه خالی نیست. صفر خودش یک کاراکتره. توی حالا مباحث ریاضی اینا میگیم تهی، خانه های تهی. صفر و اینا نه، صفر خودش یک کاراکتره دیگه، صفر یه عدده. اگه من مثلا صفر بزنم نگاه کنید عدده میشه 14، میشمارتش جزو اعداد موجود. خونه ای که تهی هست میخوام تعداد خانه های تهی رو بشمارم، مساویه کاونت بلنک از اینجا تا اینجا. چند تا خونه خالی دارم؟ 7 تا خونه خالی. خب حالا بیام کل اینا رو هم بشمارم، ببینم آقا کلا اینجا چه چیزایی دارم بدون بلنک، چه نوع دیتا هایی دارم. دیتا وقتی میگیم یعنی بلنک دیگه جزوش نیست. کل این محدوده رو بشمارم یعنی چی؟ اعداد و متن، شمارش اعداد و متن مساویه کاونت آ، یعنی کاونت آل. میگه کلن 27 تا چی داری؟ اطلاعات داری، 27 تا خونه حاوی عدد و متن داری. خب حالا این 13 فقط عدده، این کاونت، این بلنک، این آله. خب حالا ما تابعی به نام تابع کاونت مثلا تکس نداریم، شمارش خونه های تکس نداریم. حالا چی کار کنم که تکس هام رو به دست بیارم؟ آفرین، خروجی کاونت آ رو منهای کاونت میشه 14 تا خونه متنی دارم. هم میتونم این کار رو بکنم، یعنی هم میتونم یه کاونت بزنم، کاونت آ هم بزنم، بعد آ رو منهای کاونت کنم، یعنی خونه حاوی که یعنی اطلاعات کانت آ رو منهای اطلاعات کانت عادی بکنم. میتونم چیکار کنم؟ از ترکیب توابع استفاده بکنم. یعنی یه جایی ممکنه من جا برای کانت عادی و کانت آ ندارم، یه خونه به من دادن میگن توی این تعداد متنی رو به ما بده. فرض بگیریم آقا ما اینا رو اصلا نداریم، تعداد متن رو میخوان، تکست رو اینجا از من تعدادش رو میخوان، تکست نامش رو بهم بده. شمارش تکست ها رو بهم بده. میام چیکار میکنم؟ میگم مساویه کاونت آ، همه رو بشمارم از اینجا تا اینجا، پرانتز بسته، منهای کاونتش کنم، کاونت از اینجا تا اینجا.
یعنی دقیقاً همون کاری که تو دو تا سلول مختلف میکردیم حاصلش رو میومدیم دو هم از هم کم میکردیم، الان اینجوری مینویسمش. به این میتونیم، این عملاً چیه؟ ترکیب توابع هست یا منها و ضرب و اینهای توابع هست.